من این جنت زمین را دوست می دارم. دیار نازنین را دوست می دارم. دلم پیوند آب و خاک جان بخشش. با جان این دلنشین را دوست می دارم. السلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان ارجمند. قدم های همه شما را به این چاره‌بینی که عنوان دارد دیدار صمیمانه خیر مقدم میگوییم. این همایش بخشیده به روز فرهنگ و جشن بین المللی نوروز با حضور هنرمندان مشهور و محبوب کشور، سرشناسان ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. حاضرین گرامی، مهمانان ارجمند، برای افتتاح همایش امروزه دعوت میکنیم شاعر خلقی تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان